شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. درود به دوستداران برنامه‌های ادبی رادیوی فرهنگ. گفتارمان را از سلسله خوانش بدیعی شاهکاری‌های ادبیات جهان آغاز می‌بخشیم. گفتار 27م را از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. سپس مارتین رو به جانب روف گرداند و با این فهماندنی شد که مباحثه به آخر رسیده است. من امروز مانده شدم، گفت، و من تشویشی محبتم، نه مصاحبه و مباحثه. شما مرا قناعتمند نگرداندید، گفت میستر مارس. همه سوسیالیست‌ها درویند، این علامتی فرق کننده آنهاست. اما مارتین لازم ندانست که به این سخنانی میستر مارس جواب گرداند. با که نه. حالا نگاه کرده استید، ما شما را به یک کشوری عالی جناب تبدیل میدیم، گفت سودیا بلاند. پیش از روی دادن این حادثه از سبا رسیدن می آیم، با کمال نرمدلی اعتراض بیان کرد مارتین و دوباره رو به جانب روف آورد. اما میستر مارز راضی نبود. لوندی حس نفرت را که دامادی آیندهش نسبت به نمودهای قانونی و عاقلانه فعالیت ظاهر میکرد مطلقا معقول نمیدانست. طرز فکرانی او برایش بیگانه، فعل و اطوارش نافهمه بودند. از این رو میستر مارس جلوی صحبت را با تعلیمات گربرگ سپنسر گردانیدنی شد. میستر مارس هر سری چندگاه سوی مارتین نگریسته، گویا گفتن میخواست میشنوید جیگرم. اکی پرگوی غرغور کرد مارتین و صحبتش را با روف آرتور دوام داد. اما خستگی روزانه و بحث و تلاش دیروزه کار آدمی اصیل را کرد. گذشته از این هنوز از آن درد و آزاری که از مقاله‌ای در تراموای خوانده‌اش به او رسید دلش را پر خالی نکرده بود. روف چون دید که مارتین به زور خودداری میکند به هیجان آمد و پرسید چیگه؟ نیست خدای بجز خدای غیر ادراک و گربرگ سپنسر رسولی وای، گفت سودیا. مارتین خودی همان لحظه به سودیا رو آورد. ظرافتی فج، گفت او آرامانه. من آن را نخستین بار در سیتی هال پارک از دهان یک کارگر شنیده بودم که آن کارگر بی‌عقل‌تر می شد. بعد نمی بود از آن وقت این جانب من این سخنان را تیز تیز می شنوم و هر دفعه از فشو بی‌مزگیشان دلم به حضور می شود. شرم دارد نام آدمی بزرگ و نجیب در میانی سخن پردازی های شما مثل شبنم است در آبی کلمک. شما نفرتی مرا آوردید. سخنان مارتین حاضران را مثل گلدرس رد محو و مات گرداند. سودیا بلاند سوپ سر شد و در سری میز سکونتی ناخوش حکم فرما گردید. میستر مارس پنهانی خرسندی میکرد. او دید که دخترش سخت خجالت کشیده است. او به مقصدش رسید، زیرا مجبور کرد که این آدمی برایش منفور دغلی طبیعی خود را آشکارا سازد. روف التجامندانه در تگ میز دستی مارتین را فشرد، اما خونی او الکی به جوش آمده بود. منمنی و بی‌فراستی آدمانی که با مرتبه بلند را صاحبان او را در غضب می‌کردند. سودیا بلاند به خود آمد و حتی کوشش کرد که به مارتین با نزاکت و احترام برقصد رو آورده صحبت را دوام دهد، اما مارتین فهمید که
بلاوند که کار را تنها با حرمت خانم‌های در صحبت حاضر کرده نیست، این او را تماما دیوانه کرد. نخود در عالم از ناموس و شرف نام و نشان نباشد؟ درباره اسپنسر شما بهترش با من بحث نکنید، فریاد کشید او. اسپنسر را شما نیز مثل هموطنانش خیلی کم میداند. میدانم این گناه شما نیست. مارتین در میان خاموشی تام لب از سخن فرو بست. در عائله روف سعودی بلاند را همچون آدمی معتبر و عزتمند حرمت میکردند و از این سبب رفتار مارتین همه را به دهشت انداخت. پایان ضیافت همچون مراسمی دفن به دل سیاهی گذشت. سعودی و میستر مارس پیچ راستنان بین خود گفتگو میکردند. صحبت دیگران هیچ قور نمی گرفت. هنگامی که مارتین و روف بعدی خوراخوری دو به دو ماندن، بینشون ماجرای سختی روی داد. شما آدمی بد کردارید، گفت، آبی چشمش را 6 قطار کرده. اما خشم و غضب مارتین پسنده نگشته بود و او آتشینانه غرغر کرد. حیوانها، عجب حیوانهایی. چون روف گفت که مارتین سعودی را تحقیر کرد، او اعتراض نمود. به فکر شما من او را چی گفته تحقیر کردم؟ گپی حق گفتن تحقیر است؟ به من فرق ندارد که گپی حق است یا نه. سخنش را دوام داد روف. آداب معاشرت حد و حدود دارد و کسی به شما حق نداده است که آدمان را تحقیر کند. به سعودی بلاند کی حق داده است که حقیقت را تحقیر کند؟ خطاب نمود مارتین. از کدام یک ناکس را تحقیر کردن حقیقت را تحقیر کردن 1000 بار بدتر است. اما وی کاری از این بدتر کرد. وی متفکری در بزرگی و نجابت بی‌نظیر را که دیگر در قید حیات نیست به بدنامی برآورد. آه حیوانها، حیوانها. روف از خشم و غضب مارتین هراسید. وی مارتین را در چنین حالتی جنون باری نخست میدید و سببی این آتشینی به نظرش بی عقلانه او را فهمیده نمیتوانست. حیوانها، آه حیوانها گویان غرغر کردن او را گوش میکرد. حتی هنگامی که مارتین سخنان ذیل را به زبان آورد، وی سر بالا نکرد. عزیزم، من دیگر ضیافت‌های خاصه شما را خلل‌دار نمی‌کنم. دوستان خانوادی شما مرا دوست نمی‌دارند و من هم خود را به زوری به گردن آنها بار کردن نمی‌خواهم. چون که آنها مرا چشم دیدن ندارند، من هم آنها را چشم دیدن ندارم. از آنها نفرتم می‌آید. توبه. یک وقتا من از پایان به بالا با آدمان می‌نگریستم که صاحبی مرتبه بلندند، در خانه‌های باشکوه زندگی می‌کنند، دیپلم دانشگاه دارند و پولشان در بانک می‌خوابد. من ساده گمان می‌کردم که آنها در اصل هم سزاوار حرمت و اعتبارند. بیایید به کلوب سوسیالیستان می‌رویم، گفت بریسدن بعدی خونپرتایی که نیم ساعت پیش روی داده بود. به زور به خود آمده در بدل 3 روزی آخر او بار دویم خون می پردافت. در دستان لرزانش مثل هر وقتی استکانی ویسکی بود. من در آنجا چی کار میکنم؟ پرسید مارتین. به آدمان بیگانه رخصت داده می شود که 5 دقیقه نطق کنند. گفت بیمار. شما می توانید سخن گیرید. با آنها گویید که برای چی شما دشمنی سوسیالیسمید. گویید که شما را درباره آنها، درباره اخلاقی پستی آنها چی فکر دارید. فلسفه نیتشه را برویشان زنید. بگذار به کرتهشان کیک درآید. چون این بحث و تلاش به آنها هم فایده دارد و به شما هم. من خیلی میخواستم که شما پیش از مردن من سوسیالیست شوید. این به زندگانی شما معنی میبخشد و در ساعتهای یأس و ناامیدی که بی‌شبهه فرا میرسند مددگارتان میشود. من حیرانم که شما چه خیل سوسیالیست بوده میتوانید، گفت مارتین. آخر ازدحام را چشم دیدن ندارد. راستی هم شما که دلباخته نفاستید، به منفیتی آرزوی و آمال ازدحام چی کار دارید؟ مارتین با ملامت به ویسکی اشاره کرد. ظاهرا شما را سوسیالیسم نجات نمیدهد. من از حد زیاد دردمندم، جواب گرداند بریسندن. شما گپی دیگر. شما آدمی سالم و بردم. شما تعجب میکنید که برای چی من سوسیالیستم؟ خیر، سببش را میگویم. برای آن که سوسیالیسم ناگزیر است، برای آن که ساخت حاضره پوسیده است،
و مدتی زیاد تاب نمی آورد، برای آنکه زمانی از سواری شما گذشته است. غلامان از پس وی نمی روند. غلامان نهایت بسیارند و هنوز وی رکاب نافشانده کشیده به زمین می فراورندش. از این راهی خلاصی نیست. شما مجبورید که اخلاق آنها را هضم کنید. رفتیم. اگر من باز مدتی در اینجا مانم مستی الست می شوم. آیا شما می دانید که دکتر چی می گوید؟ واقعا بلا بپسی دکتر. خیلی می خواهیم که وی را فریب دهم. بیگاه روز یکشنبه بود. تالار نچندان کلان کلوب سوسیالیستانی آکلند از مردم اساساً کارگران پراپر بود. ناطق یهودی مرد عاقل به مارتین معقول شد، هرچند که با سخنان خود در حال در دل او اعتراض به وجود آورد. مارتین به سر چنین اندیشه ها داشت و هنگامی که بریسندن او را به سخن کردن علاوه گراندنی حاضران راضی کرد، این ملاحظه هایش را اظهار نمود. مارتین به منبر برآمده و موافق عادت به صدر مجلس رو آورد. او سر اول درد مانده آن فکر و ملاحظه هایی را که هنگام سخنرانی آن مرد یهودی به سرش زده بودند به ترتیب آوردنی شده، با آواز نهایت پست به گپ درآمد. در چنین نمایش‌ها به هر یک ناطق 5 دقیقه وقت داده می‌شد. اما هنگامی که 5 دقیقه مقرر شده گذشت، مارتین نمکک به شفق سخنرانی افتیده اکنون به تنقیل تعلیمات سوسیالیستی شروع نموده بود و چون او در دل شنوندگان هوس زیادی بیدار ساخت، آنها از صدر مجلس به یک آواز طلب کردند که وقت علاوه‌ای داده شود. آنها به سیمای این جوانی ناشناس رقیبی سزاوار را دیده همه حرف او را با کمال دقت گوش می‌کردند. مارتین با خاصه شفق و ذوق حرف می‌زد و شفشفی زیادی نگفته و با اخلاق غلامانه حمله آورده روی راست اشاره می‌کرد که غلامان گفته او محض شنوندگان خود را در نظر دارد. او از سپسروم مالتوس اقتباسا می آورد و به قانون بیولوژی انکشاف عالم حمد و ثنا می خواند. خشکی باشد، خلاصه کرد او سخنش را، دولتی که تنها از غلامان عبارت است وجود داشته نمی تواند. قانون اساسی اِوولوچیا در اینجا هم عمل می کند. در تلاش زندگانی چنان که من عرض کردم، توانا و اولاد توانا زنده مانده، ناتوان و اولاد وی باشد به هلاکت محکوم گشته است و در نتیجه این جریان قدرت توانایان از اولاد به اولاد فزون می‌گردد. انا این را اِوولوچیا می‌گویند. شما غلامان باشد، غلامان خود را به گردن گرفتن ناخوش است. من به این راضیم. شما غلامان جمعیت را آرزو می‌کنید که با آن قانون بزرگی اِوولوچیا اطاعت نکند. شما می‌خواهید که آدمان ضعیف و بی‌مدار و به زندگانی ناموافق هلاک نگردند. شما می‌خواهید که ناتوانان نیز عیناً مثل توانگران و اندازه خواهششان خوراک خورند. شما می‌خواهید که ناتوانان برابر توانگران زندگی برپا ساخته نسل خود را به وقوع آورند. خوش، همه این چی نتیجه می‌دهد؟ قدرت و قابلیت زندگانی بنی بشر از نسل به نسل فزون نخواهد گشت. خیر، شتای متحده چی؟ فریاد زد کسی. شتای متحده؟ اعتراض کرد مارتین. 13 مستملکه حاکمان خود را رانده ریسپوبلیک گفتنی چیزی تشکیل کردند. غلامان خود به سری خود حاکم شدند. حاکمانی که به یارای شمشیر حکم میرانند وجود نداشتند. اما غلامان به حاکم زندگی کردن نتوانستند و طایفه نوی حاکمان به وجود آمد و این طایفه از زمری به باکان، نجیبان و توانگران نبوده بلکه آدمان پست، سوداگران و سودخورانند. مارتین در زیر شور و مغل بلندی حاضران به جای خود نشست. تخمیناً 20 نفر آدم جهیده از جای خود خیسته سخن خواست. آنها یکی پس دیگر با جوش و خروش و روح بلندی با شدت ایما و اشاره کنان در زیر کفکوبی های زیاد حمله مارتین را پس گرداندند. این زنازنی حقیقی زد و خوردی شدیدی غایه ها بود. بسیاری ناطقان در موضوعهای عمومی سخن میراندند، اما اکثریت بی‌واسطه با مارتین اعتراض میکرد. تصادفاً در مجلس مخبری جوانی
تشنه خبرهای آشوبانگیز حضور داشت. او نه عقل و تمیز داشت نه تجربه، تنها دارای گستاخی با مخبران خاص بود و بس. او چندان کند و نادان بود که معنی مباحثه را فهمیده نمی توانست. او از دو سر مقصدی صحبت را نفهمید. به فهمیدنش هم ضرورت نبود. او ریولوچیا و به همین مانند چندین سخن را به خود دستور قرار داده بود، همچون که پلیانتولوگ از روی یک استخوان یافتش سکلتی تام را برقرار می سازد. این مخبر نیز از روی تنها یک کلمه ریولوچی به خاطرش مانده یک نطق پره را دوباره به خاطر آوردنی می شد. مخبری جوان کمتر استعدادی ادبی هم داشت و آدمانی مویدراز، آدمانی دیوان فعل و ویران ذات را که در زیر شور و مغلی به ترتیبی ازدحام مشت کوبی میکردند و نیداهای خشمگینانه می برآوردند، با آبورنگی زیاده تصویر ساخت. шунавандагони арҷуманд, шумо хониши бадеиро аз рӯи романи Мартин Идени нависандаи амрикоӣ Ҷек Лондон дар қироати Абдуҷалили Амон шунидед. анҷоми гуфтори 27 коргардон Даврон Соҳибзода шоду сарбаланд бошед.